نام اصلی او شاول بود و در شهر تارسوس در خانواده یهودی فریسی به دنیا آمد. او شاگرد گامالائیل، بزرگترین استاد آن دوران بود. او یک فریسی متعصب و آزاردهنده مسیحیان اولیه بود، به طوری که در مراسم سنگسار استیفان حضور داشت. او همه جا مسیحیان را تحت تعقیب قرار میداد تا اینکه در راه دمشق ناگهان نوری از آسمان گرد او تابید. صدایی شنید: شاول، چرا پیروان مرا آزار میرسانی؟ آن نور عیسی ناصری بود و شاول نابینا گشت. او 3 روز و 3 شب نخوابید تا اینکه حنانیا به دستور خداوند چشمان او را بینا کرد و او به اراده مسیح خداوند برگزیده شد تا شهادت مسیح خداوند را بدهد. در این راه دوستان متعصبش او را ترک کردند. او سپس تعمید گرفت و پولس نامیده شد. او شروع به موعظه در نام مسیح خداوند کرد و سفرهای بسیاری به دنیا انجام داد. از عربستان شروع کرد و به اورشلیم بازگشت تا با حواریون دیدار کند. در خلال سفرهایش پولس پیوسته مسیح خداوند را موعظه می‌کرد و از کسانی که مانع رسالت او می‌شدند انتقاد می‌کرد. بعد از تأسیس کلیساهایی توسط او به منظور ارتباط با ایمانداران کلیسایی، شروع به نوشتن نامه‌هایی در جواب به پرسش‌های آنها کرد. این نامه‌ها تبدیل به بدنه اصلی کتاب مقدس در عهد جدید شدند. نوشته‌های پولس بسیار حیاتی هستند، زیرا آنها حاوی نکات و نصایح مهمی برای مسیحیان میباشند و راه و روش زندگی مسیحی را به آنان آموزش میدهد. پولس به بسیاری از نقاط اروپا سفر کرد، به خصوص مقدونیه، یونان و ایتالیا. وقتی که برای سفر به اسپانیا آماده میشد، با دسیسه یهودیان به زندان دولت روم افکنده شد. او دوباره سفر کرد و این بار کشتی او دچار طوفان شد. باز هم برای 2 سال دیگر در زندان روم به سر برد. این حبس‌های طولانی او را از فعالیت و رسالت اصلی خود باز نگه نمی داشت. در سال 67 میلادی پولس برای 2مین بار در روم دستگیر شد و این بار توسط امپراتور نرون گردن زده شد.